حضرت مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه مفسر قرآن هست، فقیه هست، مفتی اعظم هست، میفرماید که از مثنوی مولانا جلال الدین بلخی رحمت الله علیه دو بیت را خواندم. در ذهنم چیز نافهمی آمد، به نزد مرشدم حضرت شاه مولانا اشرف علی تهانوی رحمت الله علیه رفتم، از اون سوال کردم اون دو بیت مثنوی چی بود؟ یک زمانه صحبت با اولیا بهتر از 100 ساله طاعت بریا. یک مدت اگر هم صحبت اولیای خدا شوی، این بهتر است از 100 ساله عبادت نفلی که بی ریا باشد، در اون ریا نباشد، خالص برای خدا باشد، بهتر است. حضرت میفرماید که نزد مرشدم مولانا اشرف علی تهانوی رفتم و عرض کردم که حضرت، عادتا شاعرها در شعر مبالغه میکنند. سوالم این است که آیا میشود گفت که مولانا رحمت الله علیه هم در همین دو بیت مثنویش مبالغه کرده باشد؟ چون که 100 ساله طاعت بریا را یک طرف گفته است و کم گفته است و یک دم صحبت اولیاء را یافتنش را از این بهتر قرار داده است. حضرت مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه می فرماید که در جوابم فرمود که من می خواهم که کمتر دیگرگونی در این شعر بیارم. یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر از 100 ساله طاعت بریا. مردمی از دریا او طرف، افغانستان و پاکستان و هندوستان، 100,000 را لک میگویند. مثنوی مولانا میگوید که یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر از 100 ساله طاعت بریا. مولانا اشرف علی تهانوی دیگرگونی آورد، فرمود که یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر از 100,000 ساله طاعت بریا. 100 سال نه، 100,000 سال. و در شرحش فرمود که معنایش این است که یک انسان به برکت صحبت دوست خدا مقام و مرتبه را می‌یابد که اگر 100 سال یک طرف، 100,000 سال خودش تنها عبادت کند، اون مقام را نمی‌یابد. شاید در دل بعضی ها رود که این هم مبالغه باشد. این شرح حضرت مولانا اشرف علی تهانوی رحمت الله علیه را حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تأیید و تقویت می‌دهد که